پالت‌های پلاستیکی به ویژه برای بسته‌بندی و جابجایی محصولات پتروشیمی که در دماهای مختلف نگهداری می‌شوند بسیار مناسب هستند. استفاده از این پالت‌ها به حمل و نقل، انبارش سریع‌تر و بهبود فرآیند بسته‌بندی کمک می‌کند. در حال حاضر تقاضا برای پالت پلاستیکی در این صنعت به شدت در حال افزایش است. با وجود اینکه هنوز بسیاری از پتروشیمی‌ها از پالت‌های چوبی استفاده می‌کنند که باعث آسیب به محیط زیست می‌شود. پالت‌های پلاستیکی نه تنها به دلیل قیمت رقابتی و فراوانی تولید، بلکه به دلیل مزایای بهداشتی و ظاهری برتر، گزینه‌ای بهتر برای صنعت پتروشیمی به شمار می‌روند. تکین پلاست یکی از پیشگامان در تأمین این پالت‌ها برای پتروشیمی هاست و به عنوان یک تأمین کننده معتبر در لیست فروشندگان تایید شده پتروشیمی های بزرگ قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید انواع پالت پتروشیمی می توانید با تکین پلاست تماس بگیرید.